زبردست موقع و بیا هم دوام خودت سیدال پهلوان سکه و چطبی زمینگیری یک سر و گردن بلندتر، چرخش تاکتیکی مرد شماره 12 و موقعیت لري د حلال لپاره دلته نومړه ده حلال ده چې چاپاندازان دو تیم در تلاش امتیازگیری هستند، یکی برای امتیاز و دیگری برای دفاع. مدافعین تیم بریم به سمت گزارش بازی نبرد جوانان شیوه در برابر راغ‌ها. بازی سوم امروز میان دو تیم بزکشی جوانان شیوه در برابر ولسوالی راغ‌ها خواهد بود. خود سید مسعود شیرپور فرصت داره تا اولین امتیاز را به دست بیاره. دست به امتیازگیری زده. فرصت پرتاب امتیاز هست یا خیر؟ امتیاز هست یا خیر؟ ابراهیم ترکمن نمیپذیره. گساله روی خط دایره حلال هست و امتیازی که پذیرفته نمیشه. امتیاز نیست. گساله پرتاب شد ولی امتیاز به همراه نداشت. نتیجه بازی همچنان 0-0 مساوی. در ترکیب تیم بزکشی راغ‌ها برادران شیرپور، سید عوض و سید مسعود دو چهره ناماشنای بزکشی افغانستان و ولایت بغلان قرار داره. باز هم بازی به گونه جیک به جیک از سر گرفته میشه و ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده میکنه. خب بازی به گونه گروهی آغاز شده. یکی از چاپاندازان روی زمین هست. انشالله که مشکلی برش پیش نیامده باشه. انشالله که مشکل چاپانداز جدی نباشه و بتونه تیمش را همراهی بکنه در ادامه. مشخص نشد کدام چاپانداز بود که نقشه بر زمین شد. بازی به گونه گروهی دوباره از سر گرفته شده. همه پهلوانان هجوم آوردن روی گساله ولی هیچ پهلوانی به نمایندگی هیچ تیمی نتونسته گساله بلند بکنه. حالا گساله بلند میشه. مرد شماره 6 تیم بزکشی راغ‌ها عتیق پهلوان و پرتابی که کارساز نیست و موقعیتی که از دست رفت. این بار سید مسعود هست که اشاره داد به گساله و امتیازی که به دست آمد. امتیاز اول برای تیم بزکشی راغ‌ها توسط سید مسعود شیرپور، چهره ناماشنای بزکشی افغانستان. بازیکنی که تجربه بازی کردن در ترکیب تیم ملی بزکشی افغانستان را در کارنامه حرفه‌ای خودش داره. نتیجه بازی 1-0. تیم بزکشی راغ به اولین امتیاز خودش دست پیدا میکنه و جوانان شیوه بدخشان در زمین خودی تا حالا بازی را واگذار کرده. آب، هوا، زمین، تماشاچی همیش مربوط تیم جوانان شیوه است و این برای یک تیم یک امتیاز محسوب میشه که رقابت ها در خانه اش برگزار بشه. نتیجه بازی 1-0 به سود تیم بزکشی راغ.
دارم از روی سایت اینم یالا ما هنوز شروع نکردیم. ابراهیم ترکمن ویسال میزنه. چه رقم بی‌نظمیه. این بگو ما برای تلویزیون نشرات میدیم، برای فیسبوک نشرات نمیدیم. بازی متوقف هست و حالا آقای ابراهیم ترکمن به ویسالش میدمه و این بار باز هم سید مسعود هست که البته این بار سید عوض بود که میرفت زمینگیری را انجام بده. عقاب بغلان سید عوض شیرپور مرد شماره 5 تیم بزکشی راغ دست به کار شده، استارت زده. خود عتیق پهلوان عتیق به نمایندگی از تیم بزکشی راغ چرخش تاکتیکی را هم انجام میده و هم تیمیای او از او پاس میخواد، باید پاس بده و یک تیم میتونه با کار تیمی به نتیجه دلخواهش دست پیدا بکنه. گوساله هنوز تبدیل به امتیاز نشده. پرتاب و ببینیم که امتیاز هست یا خیر. گوساله خط شده و دومین امتیاز دوم برای تیم بازکشی راغ عتیق پهلوان. البته عبدالحمید شیرچنگ هست که امتیاز دوم را به دست میاره. اینجا باز هم در قسمت اسامی بازیکنان کمی کوتاهی صورت گرفته از سوی مسئولان فدراسیون بازکشی بدخشان و اسامی بازیکنان را به گونه درست در اختیار ما قرار نداده. اینجا عبدالحمید شیرچنگ پیراهن شماره 5 برتن کرده ولی در ترکیب شماره 1 را برای ما داده و این معضل باعث میشه که ما به گونه درست و در قسمت خوانش اسامی بازیکنان به مشکل بر بخوریم. بازی مجددا از سر گرفته شده. نتیجه بازی را شما در قاب تلویزیون هایتان مشاهده میکنید. 2-0 به سود تیم بازکشی راغ. باز هم سید عوض و سید مسعود و عبدالحمید شیرچنگ خودشان را رساندن به نزدیکی دایره برداشت و گسله‌ای که حالا بلند میشه. ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده میکنه بازیکنان تیم جوانان شیوه بدخشان. تیم جوانی را تأسیس کرده و فرستاده در دور 4 تورنمنت بزکشی شیوه و اینجا در برابر چاپاندازان ناماشنای بزکشی افغانستان و ولایت بغلان و ولایت بدخشان قرهشان سرخورده و تا اینجای کار بازی را با نتیجه 2-0 واگذار کرده و میبینیم که در ادامه میتونن نتیجه واگذار شده را جبران بکنه یا خیر. باز هم بازی به گونه جیک به جیک از سر گرفته شده. باز هم یکی به نمایندگی از جوانان شیوه، دیگری به نمایندگی از ولسوالی راغها. باز هم سید عوض دستروزی و ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده میکنه. سید عوض شیرپور چه کنترلی داره روی خط گساله را و همچنان با تکروی خودش سید عوض عقاب بغلان ادامه میده.
فرصت داره بازیکنان تیم بزکشی راغ‌ها تا امتیاز سوم را هم به دست بیاره، ولی تا اینجای کار با دفاع خوب جوانان شیوه برخوردند. اینجا یکی از چاپاندازان تیم بزکشی جوانان شیوه میرفت که امتیازگیری بکنه، ولی سید وز شیرپور اجازه پیشروی را نداد. البته سید مسعود بود برادر سید وز که مانع نفوذ چاپانداز جوان شیوه شد و موقعیتی که از دست رفت. حضور گسترده علاقمندان به محل برگزاری رقابت‌ها هم نکته برجسته است. از یک فاصله خیلی دور مشتاقان رشته بزکشی خودشون را به محل برگزاری رقابت‌ها رساندند تا این بازی‌ها را از نزدیک بیننده باشند. باز هم ابراهیم ترکمن یک چاپانداز به نمایندگی از تیم بزکشی راغ‌ها و دیگری به نمایندگی از تیم بزکشی جوانان شیوه را فرا خوانده. مرد شماره 5 تیم بزکشی جوانان شیوه استارت زده، میره به سمت دایره حلال تا اولین امتیاز را به ارمغان بیاره، ولی اونجا پهلوانان تیم بزکشی راغ‌ها دفاعی مستحکمی را انجام داد و اجازه پیشروی بیشتر نداد به چاپانداز جوان تیم بزکشی جوانان شیوه. واقعا گزارش 3 بازی در یک روز برای یک خبرنگار و یک گزارشگر کار خیلی سختی است و اصلا انرژی و انسان نمیمانه. ما در سومین بازی روز اول دور 4 تورنمنت بزکشی شیوه بدخشان هستیم، بازی سوم و نیمه اول، و اگر در گزارش بازی کمی کاستی صورت میگیره شما به بزرگیتان ببخشید. باز هم دست درازی سوی پهلوانان دو تیم. گساله روی زمین هست و همه پهلوانان هجوم آوردن و ببینیم که سرانجام کدام چاپانداز بگونی سالم گساله را بلند میکنه. باز هم مرد شماره 7 تیم بزکشی راغ‌ها میره که امتیاز گیری بکنه. یار شماره 7 چه کار کرد روی او صحنه؟ تعادلش از دست داد و موقعیتی که از دست رفت برای تیم بزکشی راغ‌ها گساله را تا نزدیکی دایره حلال از دست رفت و کسی هم نبود صد راه یار شماره 7 تیم بزکشی راغ قرار بگیره. شما بیننده دوره 4 تورنمنت بزکشی شیوه بدخشان از دریچه ملی سپورت هستید و باز هم موقعیت برای هر دو تیم از دست رفت. گساله باید به دایره مرکزی قرار داده بشه و باید بازی از دایره مرکزی بازی به گونه جیگ به جیگ آغاز بشه.
گساله در میانه های زمین قرار داره و آقای ابراهیم ترکمن چاپندازان هر دو تیم به فرا خوانده تا یک چاپنداز خودشان را به نمایندگی از تیمشان برای بازی جیگ و جیگ به دایره مرکزی بفرستن و حالا اجازه کار را می تقویه. ابراهیم ترکمن باز هم سعید عوض شیرپور مرد شماره 2 تیم بزکشی بغلان، البته تیم بزکشی راغ، تیم بزکشی بغلان حضور نداره چون این رقابت ها به سطح ولایت بدخشان رو اندازی شده و 2 چاپنداز ولایت بغلان برادران شیرپور در ترکیب تیم بزکشی راغ ها قرار گرفته. باز هم بازی از میانه های زمین از سر گرفته شده. باز هم یکی به نمایندگی از تیم بزکشی راغ‌ها و دیگری به نمایندگی از تیم بزکشی جوانان شیوه پا به زمین بازی گذاشته. تیم بزکشی جوانان شیوه با لباس آبی پررنگ در برابر تیم بزکشی راغ که با لباس مشیرنگ پا به زمین بازی گذاشته. در سومین بازی روز اول دور 4 تورنمنت بزکشی شیوه بدخشان رو در روی یکدیگر قرار گرفتن. باز هم سید مسعود گساله در اختیار داره، در نزدیکی دایره حلال هست. پرتاب و امتیاز سوم برای تیم بزکشی راغ‌ها. این بار سید مسعود شیرپور برادر سید عوض امتیازگیری میکنه و نتیجه بازی 3-0 و سود تیم بزکشی راغ‌ها. بازیکنان جوانان شیوه در برابر تیم بزکشی راغ‌ها کم آوردند و موقعیت آنچنان خوبی را هم خلق نکردن روی تیم حریف و حتی یک ضد حمله هم طراحی نشده سوی تیم بزکشی جوانان شیوه. ولی باز هم باید برای تیم های جوان تازه تأسیس شده و کم تجربه باید آفرینی داد که در برابر چاپندازان قدرتمند و با تجربه بزکشی افغانستان قرار می گیرند و برای حرفه‌ای شدن هر ورزشکار باید این روزها را سپری بکنه، بپیمایه و پله‌های ابتدایی موفقیت از همینجا آغاز میشه. هیچ قهرمانی بدون شکست به قهرمانی دست پیدا نکرده. ابتدا طعم تلخ شکست را چشیده، قدرتمندتر برگشته و یک روزی سرانجام سکوه قهرمانی را فتح کرده. باز هم گساله به بیرون رفت و باز هم ابراهیم ترکمن به ویسلش میدمه. گساله به بیرون رفت و حالا ابراهیم ترکمن باز هم دستور بازی جیگ به جیگ میده. این بار مرد شماره 9 تیم بزکشی جوانان شیوه حقانه پهلوان مرد شماره 9 تیم بزکشی جوانان شیوه گساله را از دست داد. بازیکن جوان تیم بزکشی جوانان شیوه که به نمایندگی از ولسوالی ارغنج‌ها محل برگزاری رقابت‌ها در این دوره رقابت‌ها حضور پیدا کرده. از همکارایم در بخش تصویربرداری و تکنیک هم سپاسگزار هستم که
منظره های زیبا را از چهار اطراف میدان بزکشی شیوه بدخشان به تصویر کشانیدند همواره و شیوه بدخشان طبیعت منحصر به فرد خودش را داره. کوههای قسمت عقب سفید پوش از برف است و کوههای نزدیکتر مملو از علف و سبززار و پوشانیده شده با زیبایی های رنگارنگ و متنوع طبیعت. در کنار این طبیعت آب و هوای فوق‌العاده سرد شیوه بدخشان هم اضافه شده تا به جذابیت این رقابت ها افزوده بشه. باز هم حقانه پهلوان یار شماره 9 تیم بزکشی جوانان شیوه گساله را در اختیار داشت ولی از دست داد. خودش هم نقش بر زمین شد سریع و بازی برمیگرده. اینجا باز هم بازیکنان تیم بزکشی راغ، مرد شماره 1 تیم بزکشی راغ میره که امتیاز 4 هم به ارمغان بیاره. چقدر بی تجربه و بی دقت پرتاب را انجام داد و موقعیتی که از دست رفت برای غازی پهلوان. در کنار سعید مسعود و سعید وز، سید حسین دیگر برادر تیم، البته برادران شیرپور هم برای تیم بزکشی راخو پا به زمین بازی گذاشته. فرصت امتیاز 4 هست یا خیر؟ بله، ابراهیم ترکمن گساله را میپذیره و امتیاز 4 برای تیم بزکشی راخا. محمددین شیرچنگ یار شماره 4 تیم بزکشی راغها امتیاز 4 را برای این تیم به دست میاره تا تیم بزکشی راغها هم مثل تیم بزکشی ممتاز در نیمه اول حریف را با نتیجه 4-0 زمینگیر کرده باشند. ببینیم که در قسمت واگذاری امتیازهای پیهم واکنش تیم بزکشی جوانان شیوه چگونه خواهد بود. بریم به سمت ادامه کار. ابراهیم ترکمن مجددا به ویسلش زمیده و گزاله‌ای که روی دایره برداشت قرار داره. خود سعید مسعود با سرعت میره به سمت دایره حلال تا امتیاز 5 را به دست بیاره، ولی دفاعی جانانه تیم بزکشی جوانان شیوه این ضد حمله را خنثی میسازه برای تیم بزکشی راغها، ولی سعید مسعود همچنان مصمم هست برای کسب امتیاز 5 به سود تیمش و باز هم چرخش تاکتیکی او مملو از تجربه و حرفه است و او یک چاپانداز فوق‌العاده حرفه‌ای است برای تیم بزکشی جوانان راغ. خود سعید وز حالا گساله در اختیار داره. پرتاب امتیاز هست برای راغ یا خیر؟ بله، این بار سعید وز مرد شماره 2 تیم بزکشی راغ عقاب بغلان و اینجا امتیاز بعدی برای تیم بزکشی راغ و سید وز امتیاز 5 را برای تیم بزکشی راغ به دست میاره تا نتیجه بازی 5-0 و سود تیم بزکشی راغ رقم بخوره.
کار خاصی را از بازیکنان تیم بزکشی جوانان شیوه شاهد نبودیم و تکتازی میکنه تیم بزکشی راخا در برابر تیم بزکشی جوانان شیوه. تشکر عمومی تمام پهلوانان باشین تا 15 کم 6 مسابقات ما تشکر عمومی جریان دارد. میسال ادامه کار و باز هم بازیکنان هر دو تیم برای ادامه کار اقدام کردن. گساله روی دایره برداشت قرار داره و ببینیم که کدام تیم میتونه امتیاز بعدی را به دست بیاره. باز هم بازیکنان گساله هنوز هم روی زمین هست و هیچ چاپ اندازی تا اینجای کار موفق و بلند کردن نشده. حالا گساله از روی زمین بلند میشه، سرگردان هست گساله و مشخص نیست که بگونی سالم در اختیار کدام چاپ انداز قرار داره. زور آزمایی روی اسب و اسمت الله پهلوان به نمایندگی از تیم بزکشی جوانان شیوه و سید وز هم به نمایندگی از تیم بزکشی راخا و موقعیتی که از دست میره. کمتر از 2 دقیقه تا پایان بازی. نتیجه بازی 5-0 به سود تیم بزکشی راخا. گساله هنوز هم به بیرون نرفته و در نزدیکی خط معین زمین پهلوانان دو تیم برای به تصاحب کشیدن گساله به گونه سالم زورآزمایی میکنند. خب گساله حالا به بیرون رفته. فکر کنم ابراهیم ترکمن به ویسلش دمید و باید بازی از میانه های زمین آغاز بشه اگر وقتی باقی مانده باشه در نیمه اول. ظاهراً که نیمه اول با همین نتیجه به پایان خواهد رسید. بله، ثانیه های پایانی بازی و ختم بازی در نیمه اول میان دو تیم بزکشی جوانان شیوه در برابر تیم بزکشی راخا. تیم بزکشی راخا در نیمه اول با نتیجه 5-0 حریف را شکست داد و تا اینجای کار 3 امتیاز کامل را به دست آورده. ببینیم که در نیمه دوم یک نیمه دست نخورده هنوز باقی است و واکنش تیم جوانان شیوه چگونه خواهد بود. بریم به سمت گزارش بازی در نیمه دوم. نبرد دو تیم بزکشی جوانان شیوه در برابر تیم بزکشی راخا. بازی که در نیمه اول با نتیجه قاطع 5-0 به سود تیم بزکشی
راهها به پایان رسید. بازی فوق العاده جذابی را شاهد بودیم. ببینیم که تیم بزکشی جوانان شیوه در نیمه دوم با چه برنامه و استراتژی پا زمین بازی خواهند گذاشت. بازی فوق العاده جذابی را در نیمه اول از دو تیم شاهد بودیم، مخصوصا از تیم بزکش راهها. این بار سید حسین شیرپور مرد شماره 3 تیم بزکشی راهها، آیا او هم مثل برادران خودش سید عوض و سید مسعود میتونه امتیازگیری بکنه یا خیر؟ تا اینجای کار عملکرد آنچنانی از این برادر شیرپور شاهد نبودیم و ببینیم که در ادامه و نیمه دوم برادران او زمینی امتیازگیری را برای اون مساعد خواهد ساخت یا خیر؟ مثلا همچنان سرگردان میانه چنگال های پهلوانان دو تیم رد و بدل میشه، زور آزمایی میشه روی اسب، ولی بدگونی سالم تا حالا در اختیار پیچ اندازی قرار نگرفته و موقعیتی که هنوز هم پابرجاست برای پهلوانان دو تیم. شما در تصویر مشاهده میکنید که تیم بزکشی راهها در نیمه اول با نتیجه 5-0 تیم بزکشی جوانان شیور از پیشرو برداشت و از نحو بازی تیم بزکشی راهها مشخص است که نمیخواد خودش را در این بازی خسته بسازه. اونا برای بازی های مهم و بازی های آینده خودشون برنامه ریزی کردند و تمام پلانشان برای بازی های آینده و دیدار پایانی است و همین تیم بزکشی راهها هم یکی از بخت های قهرمانی از نحو بازیشان مشخص میشه و میشه گفت جدی ترین رقیب تیم بزکشی ممتاز بدخشان همین تیم بزکشی راهها خواهد بود. اما فراموش نکنید تیم بزکشی آموی شهر بزرگ هم تیم دست و پا بستگی نخواهد بود در این دور از رقابت ها. چاپاندازان قدرتمندی را در ترکیب خودش جا داده، هرچند سمیعالله تخاری و دادالله بغلونی تنها هستند در تیم بزکشی شهر بزرگ، البته آموی شهر بزرگ، ولی او دو چاپانداز ناماشنا و مطرح بزکشی افغانستان در ادامه حرفی برای گفتن خواهند داشت در ترکیب تیم بزکشی آموی شهر بزرگ. بازی همچنان در میانه های زمین از سر گرفته خواهد شد به گونه جیک به جیک. باز هم یکی به نمایندگی از راهها، دیگری به نمایندگی از جوانان شیوه. و ابراهیم ترکمن هم این لحظه به ادامه کار دستور میده. این بار مرد شماره 7 تیم بزکشی راهها پا به زمین بازی گذاشته. اینجا بازیکن راهها موفق هست، مرد شماره 7 تیم بازکشی راهها با گساله بیرون رفت و باز هم ضربه اوت و بازی که باز هم از میانه‌های زمین به گونه جیگ به جیگ آغاز خواهد شد. بازم یادآور میشم رقابت‌های دور چهارم تورنمنت بزکشی شیوه بدخشان با
8 تیم را اندازی شده در 2 گروه 4 تیمی. هر تیم در گروه خودش 3 بازی انجام خواهد داد و سرگروه 2 تیم به عنوان تیم های صعود کننده به دیدار پایانی لقب خواهند گرفت. حالا پس از انجام 3 بازی سرنوشت یک تیم مشخص میشه که در یک گروه کدام 3 تیم از گردونه رقابت ها حذف میشه و کدام یک تیم از 2 ستون بالا میآید و دیدار پایانی را اندازی میکنه. بازیکنان تیم بازکشی راغ‌ها یک بار دیگر خودشان را به نزدیکی دایره حلال خودی رسانده تا امتیاز 6 را به ارمغان بیاره. پرتاب انجام میشه، امتیاز هست. بله، ابراهیم ترکمن به امتیازگیری تیم بازکشی راغ‌ها رأی تاییدی صادر میکنه و امتیاز را میپذیره و امتیاز 6 توسط بازیکنان تیم بازکشی راغ‌ها به ارمغان می آید. و این دایره حلال هرچی گساله پرتاب شده هضم کرده برای تیم بازکشی راغ‌ها. تیم بازکشی راغ‌ها توسط سید حسین شیرپور برادر سید مسعود و سید عوض امتیازگیری کرده. در تصویر مشاهده نشد ولی اینجا به من رسید که سید حسین شیرپور امتیاز 6 را برای تیم بازکشی راغ‌ها به ارمغان آورده و باز هم بریم به سمت ادامه کار. بازی که باز هم توسط ابراهیم ترکمن ویسل خورده. تیم بازکشی جوانان شیوه تا اینجای کار قادر به کسب حتی یک امتیاز نبوده در برابر تیم بازکشی راغ‌ها. باز هم تکتازی سید وز و سید مسعود و سید حسین برادران شیرپور چاپاندازان ولایت بغلان در ترکیب تیم بازکشی راغ‌های بدخشان تا اینجای کار و با همت و تلاش های برادران شیرپور تیم بازکشی راغ‌ها به نتیجه دلخواه و ایدئال خودش رسیده و بدون شک بازیکنان تیم بازکشی راغ‌ها هم به دنبال 2 عددی ساختن نتیجه در ادامه خواهند بود. تا اینجای کار تیم بازکشی ممتاز بدخشان بیشترین گل زده را در این دور از رقابت ها داره. تیم بازکشی ممتاز بدخشان توانست که حریف خودش را با نتیجه 9-1 یعنی لاجورد دست پیشرو برداره و تا اینجای کار تیم بازکشی راغ‌ها تنها 4 امتیاز نیاز داره تا رکورد بیشترین امتیاز به دست آورده را در یک بازی به نام خودشان رقم بزنن و همچنان باز هم سرگردان هست میان چنگال های تیز و پرتوان چاپاندازان 2 تیم. مرد شماره 7 تیم بازکشی راغ‌ها عتیق پهلوان گساله را در اختیار داره برای تیم بازکشی راغ‌ها. بازیکنان جوانان شیوه
انگیزی برای جنگیدن و مبارزه کردن در برابر تیم بزکشی راه‌ها را نداره و از نحو بازیشان مشخص هست و اگر بتونن بازیکنان تیم بازکشی راه‌ها را مهار بکنن و مانع امتیازگیری بیشتر تیم بازکشی راه‌ها بشن، دست به کار بزرگی زدن. حالا بازی را که واگذار کردن، نتیجه که سنگین هست، باید اجازه ندن این نتیجه سنگین تر بشه برای تیم بازکشی جوانان شیوه. و در ترکیب این تیم هم تمام بازیکنان تازه‌کار و جوان دیده میشه، یعنی هیچ چاپانداز مطرح و ناماشنای بزکشی افغانستان در ترکیب تیم بزکشی جوانان شیوه دیدن نمیشه و همین امر باعث شده که کم تجربگی و کمکاری بکنن در بازی اولشان در برابر تیم بزکشی راه‌ها. تیم بزکشی جوانان شیوه در اولین حضورشان به مشکل برخوردن، در برابر یک تیم قدرتمند قرار گرفتن و قریشان خورده و تا اینجای کار 6 بار امتیاز واگذار کردن در برابر تیم بازکشی راه‌ها و اینجا که باز هم گوسالا به بیرون رفت و داور مرکزی به ویسلش دمیده. خب فکر کنم گوسالا به بیرون نرفته و باز هم چاپانداز تیم بازکشی جوانان شیوه گوسالا را در اختیار داشت و خیلی سریع از دست داد. اصلا نمیتونن روی اسب گوسالا را درست مدیریت بکنن و همین هم باعث شده که بازی را تا اینجای کار با نتیجه سنگین واگذار بکنه. خود سید مسعود شیرپور میره به سمت دایره حلال. آیا امتیاز هفتم هست در راه یا خیر؟ پرتاب انجام شده. بله، خب ابراهیم ترکمن گوسالا را نمیپذیره و به ادامه کار دستور میده. گوسالا در نزدیکی دایره حلال قرار داره، فقط اشاره کافی است تا هفتمین امتیاز تیم بازکشی راه‌ها به ارمغان بیایه روی او صحنه، ولی اگر اجازه بده بازیکنان جوانان شیوه. بازیکنان راه‌ها دوست نداره گوسالی که به سختی تا نزدیکی دایره حلال رسانده از دست بده و گوساله‌ای که همچنان سرگردان هست و تا اینجای کار تبدیل به امتیاز نشده. باز هم چرخش تاکتیکی از سوی مرد شماره یک تیم بزکشی راه‌ها غازی پهلوان هست که گوسالا در اختیار داره. یک چرخش تاکتیکی. خود غازی پهلوان به دنبال رخنه دایره خودی است تا امتیاز هفتم را برای تیمش به ارمغان بیاره. گوسالا حالا به بیرون رفته و ابراهیم ترکمن یک بار دیگر بازی را از میانه‌های زمین به گردش خواهد آورد و نتیجه‌ای که همچنان پرگل به سود تیم بازکشی راه‌ها رقم خورده. باز هم گوسالا در دایره مرکزی قرار داده شده به دستور آقای ابراهیم ترکمن داور مرکزی و ببینیم که سرانجام کدام پهلوان به نمایندگی از کدام تیم میتونه گوسالا را از دایره برداشت در مسیر بازی جیک به جیک بلند بکنه. بازی به گونه جیک به جیک دوباره استارت میخوره. مرد شماره 7 تیم بزکشی راه‌ها گوسالا را بلند کرده. ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده خواهند کرد. امروز واقعا هوای خوبی بود برای انجام بازی ها. ما در سومین روز اول دور چهارم تورنمنت بازکشی شیوه بدخشان قرار داریم و بازی که تا اینجای کار به سود تیم بازکشی راه‌ها در برابر تیم بازکشی
جوانان شیوه رقم خورده و این پیروزی را کسب کرده. بر شکلی است بازیکنان جوانان شیوه دفاع مستحکمی را در نزدیکی دایره حلال قرار داده تا مانع نفوذ بیشتر چاپاندازان تیم بزکشی راه‌ها بشن. باز هم سعید وز عقاب بغلان در ترکیب تیم بزکشی راه‌ها گساله را در اختیار داره و حالا گساله به بیرون میره و ابراهیم ترکمن به ویسلش میدمه. آقای ابراهیم ترکمن داور ملی فدراسیون بزکشی افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی هم فکر کنم به حیث کاپیتان تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابت‌های جهانی کوکپر حضور پیدا کرده بود در ترکیب تیم ملی بزکشی افغانستان، رقابت‌هایی که افغانستان در او به جایگاه سوم دست پیدا کرد و 3 بازی خوب و پرگلی را پشت سر گذشتند و در مرحله نیمه نهایی با وشانسی بازی را واگذار کرد. گساله در دایره مرکزی قرار داشت و اینجا باز هم بازیکنان تیم بزکشی راه‌ها فرصت دارند. گساله باز هم به دایره مرکزی قرار داده شده و این بازی چقدر در کنج‌های زمین پیگیری میشه و همین که چاپانداز اقدام به سبقت و سرعت میگیرن دفاع انجام میشه و گساله به بیرون میره. ما اصلا بازی این دو تیم را در میانه‌های زمین اصلا شاهد نبودیم. باز هم سید مسعود شیرپور مرد شماره 9 میره به سمت دایره حلال تا امتیاز بعدی برای تیم بزکشی راغا به ارمغان بیایه. آیا اتفاق رخ میده؟ پرتاب انجام میشه. امتیاز هست یا خیر؟ امتیاز نیست و ابراهیم ترکمن به ادامه کار دستور داد و همه پهلوانان روی گساله هجوم آوردن. برای بازیکنان راه‌ها فرصت خوبی است تا با یک اشاره امتیاز دیگر را به جمع امتیازهای خودشان اضافه بکنن. پرتاب انجام شد و باز هم ابراهیم ترکمن پرتاب را نمیپذیره و گساله را سالم نمیدانه روی او صحنه. این بار دیگه بازی متوقف میشه و باید دوباره گساله به دایره مرکزی قرار داده بشه. در رشته بزکشی ثانیه‌گردها زمانی که گساله به بیرون میره متوقف نمیشه. مثل فوتسال و مثل فوتبال ثانیه‌گردها در گردش هست و میشه گفت نزدیک به 10 دقیقه این بازی تلف شده در بیرون رفت، خطا و آغاز بازی از میانه‌های زمین. ولی این مورد دیگه در رشته فوتسال نیست. همین که تو به بیرون میره ثانیه‌گردها متوقف میشه یا به اصطلاح دیگر وقت کشی در رشته فوتسال نیست. ولی تا اینجای کار مثل فوتبال در رشته بزکشی تیمی که از حریف پیش بیفته تمایل به وقت کشی نشان میده. ولی در رشته بزکشی اینجا و تیم بزکشی راه‌ها متوجه این
نکته نیست و پای هم روی دروازه خودی موقعیت خلق میکنه و یک تفاوت دیگر بزکشی با فوتبالی است که در فوتبال باید به گل حریف بزنی تا امتیاز بگیری، ولی در رشته بزکشی گساله باید به دایره خودی پرتاب بشه، یعنی گل به خودی بزنی تا امتیاز به جمع امتیازهای تیمت اضافه بشه. تا اینجای کار تیم بزکشی راخا از حریف پیش هست و از نحو بازی تیم بزکشی جوانان شیوه مشخص است که یکی از قربانی های مرحله گروهی و حذف شدن تیم از این دور از رقابت ها در مرحله گروهی همین تیم جوانان شیوه خواهد بود. یعنی تا اینجای کار عملکرد خیلی خیلی ضعیفی داشته در برابر تیم بزکشی راخا. باز هم سعید حسین پهلوان شیرپور او یک امتیاز کسب کرده برای تیم بزکشی راخا. میره که دبل بکنه در برابر جوانان شیوه. ای اتفاق رخ میده یا خیر؟ بازیکنان جوانان شیوه هم دفاع دلایه را انجام داده و ایجاد کردن روی او صحنه. و گساله هنوز هم به بیرون نرفته و آقای ابراهیم ترکمن همچنان و به ادامه کار دستور میده. مشخص نیست که گساله به بیرون رفته یا خیر. فکر کنم گساله به بیرون رفته و باز هم بازی باید از میانه های زمین آغاز بشه. موقعیتی که باز هم برای تیم بزکشی راخا از دست رفت. یکی به نمایندگی از راخا، دیگری به نمایندگی از تیم بزکشی جوانان شیوه. از پای تیم بزکشی شیوه هم انصافاً از قدرت کمتری نسبت به از پای تیم بزکشی راخا برخوردار هست و این مورد هم یک نکته ضعف در بازی برابر راخا ممکن محسوب بشه. در کنار اینکه یک بازیکن با تجربه در ترکیب خودشان نداره، نبود اسب‌های قوی هم یکی از دلیل‌های اصلی واگذاری بازی با این نتیجه سنگین در برابر تیم بزکشی راخا هست. و در سمت دیگر تیم بزکشی راخا ضمن اسب‌های خوب، پهلوانان خوب هم در اختیار داره. مرد شماره یک تیم بزکشی جوانان شیوه اسمتشاه پهلوان بود که حالا گساله را از دست داد. باز هم موقعیت برای بازیکنان تیم بزکشی راخا تا امتیاز دیگر هم به جمع امتیازهای خودشان اضافه بکنن. همه پهلوانان در نزدیکی دایره حلال هست و حالا غازی پهلوان، مرد شماره یک تیم بزکشی راخا، امتیاز هفتم تیم بزکشی راخا را به دست میاره. تیم بزکشی
ممتاز بدخشان با نتیجه 9-1 در برابر تیم بزکشی لاجورد به پیروزی دست پیدا کرد. اینجا تیم بزکشی دراخا 7 امتیاز را به دست آورده و تا اینجای کار امتیازی واگذار نکرده و اگر 2 امتیاز دیگر به دست بیاره رکورد بیشترین امتیاز کسب شده در یک بازی در اختیار بازیکنان براخا قرار خواهد گرفت. آقای ابراهیم ترکمن بازی را متوقف کرده، مشخص نیست کارت داره یا خیر. کارت زرد از جیبش بیرون شده، مشخص نیست به کدام بازیکن. کارت زرد به کدام بازیکن؟ عبدالحمید پهلوان مرد شماره 5 با کارت زرد داور جریمه شد و باید چند دقیقه را پشت خط سپری بکنه. مشخص نشد که ابراهیم ترکمن به چه دلیلی عبدالحمید پهلوان را جریمه کرد. ثانیه های پایانی بازی سوم امروز میان دو تیم بازکشی جوانان شیوه و همچنان راخا. و باز هم گساله باید به دایره مرکزی قرار داده بشه تا بازی به گونه جیک به جیک از سر گرفته بشه. خب ثانیه های پایانی، وقتی باقی نمانده و پایان بازی میان دو تیم بزکشی جوانان شیوه در برابر تیم بزکشی راخا. تیم بزکشی راخا توانست با عملکرد خوب برادران شیرپور با نتیجه 7-0 تیم بزکشی جوانان شیوه را زمینگیر بکنه و 3 امتیاز کامل را به دست بیاره. از شما سپاسگزار هستم که تا این دم بیننده ملی اسپورت بودید و بریم به سمت همکار بسیار خوبم روح‌الله روحانی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز، امید است که جور سلامت باشین. بازی میان جوانان شیوه و تیم راغها به پایان رسید که تیم راغها توانست 7-0 جوانان شیوه را شکست بده. حالا در کنار ما مسعود شیرپور یکی از اعضای تیم راغها قرار داره که برنده میدان شدن. سلام شیرپور عزیز، بازی امروز چگونه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود پهلوان شیرپور هستم، یک تن از پهلوانان ولایت بغلان. فعلا در ترکیب تیم راغها بازی الحمدلله بسیار خوب بازی است. بازی دوستانه بود. تفاضل گل فراموش میشه که 4-0 است و نفع راغها شد. بسیار خوب. پیامت برای هواداران تیمتان داشته باشیم. اول خود تشکر میکنم از جناب سرور جلال رئیس فدراسیون و نیزه بازی افغانستان و همکارایش و بخش رسانه‌ای شما. دیگه تشکر میکنم از کسایی که اسپانسر کردن دور 4 لیگ شیوه را. دیگه کدام خاص گفتنی ندارم چون وقتم دیق است. از همین دریچه شما سلام و درود میفرستم برای تک تک هوادارم. خدا داشته باشه، دعای خیر شما را فراموش نکنن. سلامت باشین. تشکر از شما. صحبت‌های پهلوان مسعود شیرپور تماشا کردین. حالا در کنار ما پهلوان از تیم جوانان شیوه است که خود به معرفی میگیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما میکنم از غلام سرور جلال به ایجاد تورنمنت برگزار کرد. ما را دو تیم در جوانای شیوه یک تا جوانای کی خود معرفی که بر بیننده پهلوان اسمت شاه هستم از یک جوانای شیوه. بسیار خوب. اسمت شاه بازی ها چی رقم بود در مقابل تیم راغا؟ در مقابل تیم راغا خوب بود. مثلا و چیزای ما ضعیف بود، اسبای ما ضعیف است، نمیشد قدیم. بازم خوب بازی کردیم. دیگه اولین بازی ماست که غلام سرور جلال در اینجا راهنمایی ما را کرد، ما را گرفت. تشکر میکنیم. بسیار خوب. نقاط قوتی که تیم مقابلتون داشت که چی بود؟ قوت ما تیمش خوب بود، مگم در مقابل اسپا ما رسیدگی نتونستیم. نقطه ضعیف شما فقط اسپا بود. اسپا بود. سلامت باشین. امید درخشش میگم دیگه جور باشید. زبردست موقع و بیا هم دوام خودت سیدال پهلوان سکه و چتوی زمینگیری، یک سر و گردن بلندتر، چرخش تاکتیکی، مرد شماره 12 و موقعیت لري د حلال لپاره، موقعیت لري حلال لپاره، دلته لومړنی حلال دی چې
چاپ اندازان دو تیم در تلاش امتیازگیری هستند، یکی برای امتیاز و دیگری برای دفاع. مدافعین تیم